با سلام خدمت همه عزیزان گروه. درود بر شما. خوبید؟ سلام، حالت چطوره؟ درود. خب How are you؟ بچه ها، این پست امروز اگه واسه همه نفرستید آقای سعید زندی، یه چیزی بهت میگم که این استارا پاک کنی و بری. یا سلام بچه ها، اگر این پست امروز برای همه نفرستید حلالتون نمیکنم. واقعا دارم میگم. آقا واقعا این مطلبی که امروز گفتم جزو 10 تا مطلب مهمی بود که باید یاد میگرفتید، چون خیلی جا هست و خیلی ها نمیدونن دلیل چیه. یه وقت میری توی منطقه همچین چیزی هست ولی کسی نمیدونه دلیلش چیه. اگر کسی هم میدونست خب تا حالا گفته بود، و حتی اگر گوشه ایشان میدونستن. ببینید بچه ها، فخر فروشی نیست. ببینید بچه ها، هیچ کسی هم مقصر نیست. نبود این علم، نبود تا زمانی که این گروه پرشین نیامده بود، نبود این علم. اگرچه الان یه عده‌ای که یکیشون من خودم وارد گروه اول محیط شناسیش کردم، حالا یه کارایی میکنه و میخواد یه اداهایی در بیاره، مثلا حالا پیجش شده 100K، نصفش هم فیکه. ولی درود. ناظر کیه؟ سلمان تویی؟ سلمان زدم به ناظر. ولی این مطالب انقدر مفیده، انقدر براتون مفید خواهد بود که هر جایی که برید بهتون کار میده. ببینید دوستان، یه مطلبی هم میخوام بگم. من توی مجازی تا به امروز به کسی محاسبه یاد ندادم. فقط بچه های گروه VIP ها اومدم نسخه ای را، یه روش یعنی نسخه دوم کار را بهشون یاد دادم که خیلی راحت تر از مسافت زنی به سرعت برسن، یعنی به سرعت بالا بتونن کار را تفسیر کنن. به کسی مسافت زنی یاد ندادیم. گفتیم انشالله آخرین آموزشات، و همین الان هم دارم میگم. درود بر شما. اگر کسی مسافت زنی بلده، یه جوغن 25-15 با شیب 50 درجه، با شیب 50 درجه چقدر میشه؟ اگر کسی میدونه. پس گول نخورید جایی. مسافت زنی هنوز به هیچ کسی یاد ندادیم. ما کار ندیده نیست. ما 3 تا عکس نگاه میکنیم، تایید که شد نوبت میدیم. در ضمن یه سری خودشون اگر بخوان تفسیر خصوصی بگیرن عکسشون ها کسی نبینه، اونا جداست، ولی ما خودمون تا کار کسی تایید نشه بهش نوبت نمیدیم. حتی امروز یه مورد داشتیم تفسیرش رو برگردوندیم.
به خاطر اینکه کاری که فرستاده بود چیزی نداشت، برش کرد. درود بر شما. ببین بچه ها، زمانی که سطح شیب به یه کار اضافه میشه، اگه جهت جوغن به سمت دشت و دامنه باشه یه جور حساب میشه، یعنی کم و زیاد داره. به سمت ارتفاع هم باشه یه جوره. پس برای محاسبات اگر خواستم محاسبه یاد بدم، باید محاسبه به این شکل باشه که روی محیط نشونش بدیم اینا اضافه کن اونا کم کن، اینا اضافه کن اونا کم کن، یکی اضافه یکی کم. یا یه سوال دیگه، اگر کاری 5 تا جوغن هم اندازه داشته باشه، مثلا 5 تا 13 داشته باشه، چیکارش باید بکنیم؟ توجه کردین؟ 5 تا جوغن 13 توی کروکی داشته باشیم. یا اگر توی یه کاری مثلا جوغن مادر یا شاهش در بیاد مثلا 15 4 تا 15 داشته باشیم، کدومش رو باید بگیریم اصل کاری؟ پس ما هنوز به کسی محاسبه یاد ندادیم. هنوز محاسبه یاد ندادیم، ولی گفتم که من تو VIP از روش دوم استفاده کردم، از انعکاس رو بهشون گفتم. مقیاس و انعکاس رو که یاد گرفتن خیلی سریعتر میرن. و اینکه تعدادی از این حضرات دارن یه چیزایی رو تبلیغ میکنن که نمیشه اثبات کرد. حالا شما اون ویدیویی که امروز گذاشتم و همین فردا همین که گفتم بود برید امتحان کنید. اگر غیر از اینی که گفتم بود، پس اگر ما این گروه و آثارشناسی ها را انداختیم، به طور قطع و کامل بهتون میگم که هنوز به کسی محاسبه یاد ندادیم. خدا را شکر، خدا را شکر. برید از بچه های VIP بپرسید. این دوره آدمای با شخصیتی تو گروه VIP هستن، حتی چند مورد داریم خودشون مدرسن تو دانشگاه، حالا دیگه نمیشه اسم برد. حتی دوره اول VIP چند تا داشتیم. چرا؟ چون اونی که میاد تو اون گروه مطلب رو گرفته. با این حال هنوز محاسبه یاد ندادیم تا زمانش، تا به وقتش. نه سایه نه محاسبه، هیچ کدوم ما نگفتیم. فقط یه 2 بار راجع به سایه صحبت کردم. یه بارم توی همین لایو یه کاری اومد که با سایه تفسیرش کردیم و رو سایه جایی داده بود که زیارت میخواست و تو همون لایو همه دیدن تفسیرش کردیم، اما دیگه نگفتم که چه جوری تفسیر شد. پس انشالله اونام به وقتش. پست امروز رو چند بار نگاه کنید، برای هر کسی که میدونید کاوشگره بفرستید. و یه مسئله دیگه دوستان عزیز، روزانه سلام، روزانه یه تعداد میان با آه و گریه و زاری و فلان و بهمان که ما زندگیمون رو باختیم، عمرمون رفت. ببینید آقایون، خیلی ها این مشکل داره. ما آدم داشتیم زندگیش، کامیونش، خونش، زنش، زندگیش، زمینش، پولش، طلاهاش و خیلی چیزهای دیگه رفته. خیلی ها هستن.
من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که یک راه بدون هزینه جلوی پای شما بذارم. یه راه بدون هزینه، بدون اجاره دستگاه، بدون بردن بیل و کلنگ با خودتون تو بیابون، بدون این یه کاوش سریع بدون هزینه و بدون مشکل. قبلا یکی میخواست بره کاوش دعوا بود. آی دنیا باید الان دیگه نه، الان راحت بلند میشی میری شبم میای. آیا یه دونه چکشت 20,000 تومانی داشته باشه یا نداشته باشی؟ خیلی این مشکل ها دارم، ولی گذشته آقا تمومش کنید دیگه. عزیزانی که توی این لایو هستید تمومش کنید. اونایی که میشناسید کسی ها بیاد بهش بگید بیاد لایو 2 بار ببینه متوجه میشه. طرف اومده پیج 2 با گریه و زاری که من 27 سال عمرمو گذاشتم. اون یکی اومده میگه من 15 سال یه دونه کار براش تفسیر کردم زیر و رو شد. الان کار فردا میخوام بذارم پیج زیر و رو شد. همینه دیگه. ولی متاسفانه مشکل اینه که منطقه سالم کم داریم. منطقه سالم کم داریم آقا. این یه چیزیه که همتون باید بدونید. قبلا هم گفتم بچه ها این کاوش اینم شغل و زندگیتون در کنار هم بذار جلو. برید سر کاراتون، خونه و زندگی ها ول نکنید به خاطر این. طرف میگه من برم شاید تو 6 ماه. نه آقا، یه وقتی دی تا تو اومدی به یه منطقه سالم برسی 4 ماه که هیچ، 4 سال گذشت دیگه. تا ته خط برو تو ببین چه خبره. به این فکر نکنین که یک نفر به خاطر ماهی مثلا 100 میلیون 50 میلیون توی این مجازی پول در آوردن یکی شلم شوربایی به پا میکنه که چه خبره. نه، به اینا نگاه نکن. اگر به اینا بود دیگه بالاتر از گروه ما که نیست که ما این کارا میکردیم. توجه کردیم؟ اگر به این داستان بود ما این کارا میکردیم. ما جا اونقدر خواستش کردیم، اونقدر یکی از دلایلی که پیج ما خواست شده همین. ما اونقدر خواستش کردیم که فقط یه گروه خاصی میتونن متوجه بشن. خیلی هم اعتراض میکنن، میگن خیلی بردینش بالا، یه جوری کردیم ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم. ببینید این استا مقصر حقیقتا این استا، چون اون زمانی که ما خیلی سطح پایینتر مطالبا میگفتیم لایو میشد 2,000 نفر نمیدونم فلان، این استا فیلتر شد وگرنه خیلی بهتر میشد. الان دیگه من دارم تیکه تیکه مطالب هم میگم. فقط تنها کاری که کردیم با این تعداد بالای فن پیج داریم اطلاع رسانی میکنیم. دیگه هم حرفی ندارم. فقط این پستا رو برای همه ارسال کنید. این پستا رو برای همه ارسال کنید. کاوش لذت بخش اینه که بلند شی بری کو، با حال خوب بری، با یه علم بری، یه نقطه بررسی کنی برگردی بیایی. نه اینکه شب زمستون بری پلاستیک بکشی 15 متر حفاری بکنی توی اون آب و گل، پاهات یخ بزنه تو سرما و دست آخرم بیایی بالا و بگن که آقا اجنه مال تا برد. توجه کردین؟ یعنی تا اونجای آدم میسوزه که مثلا 10 روز زحمت بکشی تو یخبندان بعد بگن ای داد بیداد اجنه جا به جاش کرد. ای وای موکل نمیذاره ببریش. ای داد بیداد اینجا گازهای کشنده داره. چرا؟ چون از اول هیچی نبوده. من پارسال یه جایی رفتم، آقا داشتیم برای مزرعمون چاه میکندیم. من از گل 23 4 متری گذاشتم استوری، همه نوشتن خوش به حالتون، به گنجینه رسیدین فلانه. آره ما به آب رسیدیم. چرا؟
چون اون گلی که ببین بچه ها، دقیقا اون گل بهش میگن گل اردووال، همونی که همه بهش میگن صابونی، همونی که بهش میگن گل صابونی اسمش گل اردواله. گل اردووال. بعد اون گل آب میزنه بیرون و دقیقا اینا همه میگن تله آب. ولی اون خاک شولاتی خاکیه که پشت بندش آب میزنه بالا. یک هیاهوی تو مجازی راه افتاد که اینا تو حفاری هن و به بار رسیدن و فلان و بهمان. گفتم آقا این مال چاهه، این مال چاه آبه، اینم گل فلانه و این نقطه اولین بار داره میره پایین. اولین بار بود که داشت حفاری میشد. سه بچه ها. ولی دیگه الحمدلله دیگه خودتون میدونید که همه اینا رو اصلاح کردیم، همه اینا درست شد، همه اینا رو بهتون گفتیم و الحمدلله دیگه از ذهنها پاک شده. جایی که آب زد کار نه. نه من در مورد آب گفتم ما گنجینه داریم تو خود آبه ولی روی زمینه. کارهای سردابه یا داریم دور تا دورش آبه. ساروج 3 4 5 برای کارهای سردابه‌ای کی لایو بود؟ ساروج 3 و 4 و 5 مناطق بارانزا، نمناک و داخل آب که آب به داخلش نفوذ نکنه. بارگذاری های داخل چشمه فکر کردین چجوریه بچه ها؟ بارگذاری داخل چشمه گاهن یه دونه سنگ تخم مرغیه، سنگ ساروجی تخم مرغی که این کلا ساروجه، اینا میکردنش تو چشمه. ساروج 3 و 4 و 5 استفاده میکردن که این همیشه آب روش باشه همیشه. یا بعضیاش تو چشمه هایی که از رو سنگ میاد تو اونجا ساز میزدن میبستن. 5 دقیقه کار داره دهنش رو دادن 5 دقیقه. درود. نه امشب من خیلی تفسیرهای تلگرام عقب شد، عقب که نه تعدادش بالاست و یه 2 ساعتی حین تفسیر خوابم برد، همینجوری آنلاین خوابم برد دیگه. الان امشب باید تفسیرهای تلگرام رو تموم کنم، فردا ظهر دوباره عکس گیری کنیم. نفر اول بیاد بالا. جناب آقای وحید دانکوب. بفرما عزیز. دانکوب چرا اینترنت نداری؟ بچه ها لایو رو برای همه ارسال کنید. یه چند روز دیگه اونایی که علاقه به اجناس و اینجور چیزا دارن یه چند روز دیگه یه لایو میخوایم بذاریم از داخل دخمه ها و اجناس و اینجورایی که داخله. بله آقای S7 بیا بالا اگه میخوای درخواست بده. نفر 7 MNS بیا بالا. ایران آریایی بیا بالا.
سلام استاد. سلام بفرمایید. خسته نباشید. زنده باد. استاد همه رو توی باکس سوالا نوشتم واسهتون. یه مربع داریم. یه زنده باد. مربع. آره، یه مربعه مثل حجاری شده. الان اینجا نشون میده. یه به علاوه وسطش اینجاست. 16 در 16. ببینمش. ابتدای کوه. لامت. لامت. استاد 20 متر بالاترش به طرف شما یه جوغن هست که الان نشون میده. آقا این مربع رو بیا ببینم. این آقایی که شما اسمت چیه که مربع داری؟ MNS؟ نه آریایی. این یکی بره پایین، اینترنت نداره. کو مربعی بادی بیاد. الان میام اینجا رو این سنگ استاد. سنگ صاف. مطمئنی مربع؟ آره استاد با علف کشیدم روش که معلوم باشه تو فیلم. خب چند؟ 16 آره نزدیک راه قدیمی 16. هم هست. صلیبش چنده؟ به علاوه چنده؟ اندازه همه. یعنی چی؟ 16 در 16 است دیگه. طول و به علاوه به عرضش علاوه یکی میشه. به علاوهش. علاوهش همون قد میشه دیگه. 16 در 16 میشه همونه. آقا تو گفتی یه مربع یه به علاوه هم وسطشه. آره استوب کن. اینه استاد. عزیزان این باطله، این نیست، این آثار نیست. خب اون جوغن بالا چی میشه؟ جوغنشو بیار ببینم. این جوغن 20 متر. اندازه چنده این؟ اینم 14 دهنشه. عمقش هم 10 سانت. ده. خب سطحش صافه یا شیب داره؟ نه شیب داره. یه تخت سنگ بزرگی فیلم هم بزن. یه سمت راستشو بیار ببینم. سمت راستش سب کن. این جوغن یه کوه مثلثی میخوایم سمت راستشه. آره دقیقا. بیار ببینم. یه لحظه تو فیلم معلومه استاد. اول فیلم بیا. اول فیلم بیا. الان اینجا به چرخونه سمت راست یه کوه مثلثی اینجا داریم. اگه بیفته این بالای کوه. الان اگه به چرخونه نه تو فیلم نیست استاد. نزدیکشه. ولش کن. باید چیکار کنیم میخوای کوه استاد؟ مثلثی. خب درست. رو کوه مثلثی که خوردیم خب حدود 11 متر میری بالا. درست. دوباره 15 متر سمت راست. سمت راستش. یعنی آره فکر کنم میشه شمال شرق اگه اشتباه نکنم. شمالش میشه. شمال جوغنه میشه. شمالش میشه. شمال آره متمایل به شرق باید بشه. آره. سمت راست. اون یه دره یو شکل داره اینجایی که میگی. آره بنبست اون میشه. یه سطح صخره‌ای باید داشته باشی. پایین اون کار اونجا آثار آخرش رو خورده. یه دونه جوغن 10 در 10 اونجا بهت میده. استاد این کوه است.
باریکلا خودشه. دقیقاً سمت راست میخوره، اصلا انگار جاکارش پیداست ها. تابلو آره ایگای. اون آخریه چیه اونجا بالا؟ اونا تازه دیدن، باید برم اونجا، نکنه نرفتم اصلا. لنگش بازه. برم بیارم اونجا. ببین همین سمت راست که بری قشنگ تابلو از همه چی پیدا میشه. خودش برم اون کوچیکه استاد که بالاست. خودشه. سمت راست بگیر، فقط یه لحظه اونجا یه چیزی دیدم، ایشالله که اون نباشه. الان میام. آره. وقت گفتم نفر بعدی. کوه. آره تمام. آره بچه‌ها چی کارش میشه کرد دیگه. آره 99% رفته بود. آره خب آقای رضایی بیا بالا. آره خودش. آره. حالا دیگه چی بگم دیگه، وقتی میگم مناطق استاد سام عرض ادب صحبت. دقیقا جای کار بود. آره خوب هستی استاد؟ بفرمایید. عاشقتم که خانم رضایی رو میشناسی. استاد این خدمت شما. صدا تو یکم بیا بالا. استاد پلی کن. خوب هستین، خسته نباشین. یه تونله. خب خب این تونل رو تقریبا رو تیغه آفتابه، بعد ورودیش اینم بهتون میگه در فاصله 10 متری چشمه هستش. بعد بالا ورودی تونل رو سنگچین کار شده، ما سنگچین کار کردیم، به خاک نرم خوردیم، رفتیم پایین تر، دقیقا به این تونله خوردیم که داخلش پر خاک نرم پر شده، یعنی با خاک نرم. بعد آثار از چی داره؟ میم که در تیغه آفتاب و اینم بهتون بگم که در فاصله 10 متری چشمه هستش. این نمودم داره این نمادم هستش. حالا من تونل رو پخش میکنم. تونل ارتفاعش 2 آقا متر در ولش کن. عرض تونل آثار داری؟ استاد یک نماد خب از بالای کو دقیقا نگاه یک زمین داره میکنه، اونم زمین کشاورزیه. این دقیقا کف زمینه. تمام متوجه شدیم؟ یه مثلث، همین جور که شما همیشه میگی مثلث، این دقیقا مثلثه. یه نماد که نگاه زمین میکنه، یه چشمه هم که پایین دستشه. این هم تونل هست. این تو عمق 4 متری در اومده. عزیز جان این الان چیه؟ این تو 4 متری تو کف این در آره اومده این عزیز، آره اینو برای هر کی فرستادی میگفت. سنگه. آره چپ و راست سنگ، روبرو ورودیه، یعنی خب همش سب خاکه. بعد برای هر ما چقدر فاصله داره این جان با چشمه؟ 10 متر. 10 متر از آره چشمه لوله میاد به سمت این. دقیقا آب چشمه میاد پایین تر. این لبه، حالا چطور بگم، جوب قرار داره که آب خب چشمه حالا تو داخل اینجا این. چی میخوای؟ میخوام این تونل رو حالا ادامه بدیم، چه کارش کنیم اینو. استاد این ما تونل جزو حقیقتا سازه های مرتبط با چشمه بوده، اصلا برای بار نیست. استاد من حقیقتا این فیلمو برای 3-4 تا از اینایی که میگن ما استادیم فرستادم، میگن کار شایی و 40 میلیون تومان بده بیایم بالا. آقا هیچی نیست. من همین الان بهت میگم این تونل مرتبط با سازه های سردابه‌ای چشمه است تو 4 متر. در ضمن 4 روز دیگه که کلاس نمادشناسی رو گذاشتم، همه اینایی که هی زرت و پرت میکنن کار شاهی باید تمومش کنن، چون بعدا میفهمن که کار شاهی نمادش چیه، آثارش چیه. استاد این کار یه کار دیگه هستی. خب سنگا آزاده. نه، سنگا کلا میروش هم احساس میکنی برش خورده است. خب بعد ببخشید، این واضح تر. بعد این واضح تره. این خروسی میمونه. حالا ما این هم یک این قبر میمونه که سنگچین آقا مرتبه. یه لحظه جان وایس، هول بله. نکنید. این 2 تا سنگ سمت راست یه سنگش یه سنگه.
یه سنگه، یعنی اونجا آره. که سایه افتاده از هم جدا نیست. نه کلا یه سنگه. خب این سنگ نشونه. خب میری نگاه کن منو، اینم جونه دارم. همه جوری که عکس رو گرفتی یا نگاه اینجوری. آره. خب نگه دار تا بهت بگم. خب همه جوری که یه عکس رو گرفتی بیا آخر صخره و آخر. اینجا. آره خب اونجا باید به تاسال بده. دوباره آثار چی باشم استاد؟ ببین این شاخص پای ساختار خورده زمینیه، اونجا رو دیواره یه تک جوغن اسکنه نمیدونم مثلثی مربع چیزی میخواد. اگر نداد اونجا باید بری جلوتر رو سطح خاکی، احتمالا رو کف خورده باشه. استاد دقیقا این همونجا که گفتیه. این که آثار نیکه. آثار نیست، این مثلث، دوتا مثلث بالا پایین. نه دیگه سوال خب من داری؟ پس اون ور دنبال باشم. دم دیگه هم عشق کنی استاد، موفق باشه یا جسیم. لطف کردی. خدا آقا عزیزان دل گوش بدید. ببینید اینجوری که این خیلی از عزیزان گرفتن، اینجوری که اینا دارن میگن ما زمان باستان فقط پادشاه داشتیم دیگه هیچی نداشتیم. زمان باستان ما فقط پادشاه داشتیم، همه پادشاه بودن. هر کی میخواد راجع به پادشاه بدونه این لایو را شرکت کنه تا بهش بگم جریان چیه. بعدش هم گروه نمادشناسی بچه ها، من برام فرق نداره، من پولشو میگیرم، مفتی نمیگم. میخوام بهتون بگم نمادشناسی پایان توهمه. شما برید بیشابور، برید تخت جمشید که منطقه پادشاهی تا نماداشو ببینید. عقاب وقتی یه کوه ها عقاب میکردن، یه کوه عقاب میشده، اونجا میتونی بگی آقا پادشاهی. آخه پادشاه لا گلولای تو چشمه چی کار میکنه؟ بشین دو بیا بالا. بیا بالا بیا بالا. الو. درود استاد بختیاری، درود بفرمایید. خسته زنده نباشید. باد. این نماد رو دارم، اینو میتونی برای ما راهنمایی کنید؟ یکم عکس بگیم برتر. یه لحظه. پشت نماد بازه. آه. بیارم جلو. پوزه بالا، نگاه و بالا. بله. آقا میشه که ملمتر صحبت رو کنی؟ بله. الان اینجایی که عکس گرفتی سمت راستت پشتش بازه، به صخره دیواره نمیخوره پشتش؟ پشتش، آره پشت یه حدوداً 100 متر به بعد به صخره صخره میخوره. میخوره. ببین اون قسمت بله. سمت جلوش راست جلوش هم یه صخره است، میخوای نشون بدم؟ اون یه لحظه. تا میبینی. این صخره جلوشه. اوکی. شاخص زمینیه، سمت راست تا میبینی. راست همین نه صخره. سمت راست نماده. این نماد یا اون یکی؟ آقا اولی دیگه اولی. اول. بله. این. اون سمت راست اون بغل بالا رو میبینی. بله.
اونجا آثار میخوایی او بالا. اینجا اگه بالا این تپه باید آره. آثارش رو دیده باشی. امپراتور آها چطوری؟ باشه باشه. ممنون استاد بخیر. دستون درد. رفتی اونجا؟ نه خب نرفتم برو اینجا من اونجا تا این بالا نگاه، نرفت. برو اونجا آثارش اونجا پیدا میکنی. خب آثارش چیه روغنه یا یه چیز دیگه است؟ جوغان چیزی بارگذاریش هم میره پایین، همینجور میره پایین روبرو اون شاخصه یه جای پایین تر، یا میره سر چشمه توی این ساختار، یا میاد سر چشمه، یا میاد تو حوالی رودخونه تو این منطقه. غیر از این نمیتونه همون باشه. همونجا که عکس انداختم پشتم رودخانه بله است. رودخانه داریم میه. زنده. دستون درد. توی تپه لوح گلی در آمده، چیز دیگه. آها راستی یه پست گذاشتم رو پیج گنجیران، مجبور شدم برش دارم. بچه الواحی که از قبور میان بیرون به خط رمزن. یه لحظه گوش بدید من توضیح بدم. تابلو بیارم بالا. بچه ها ببینید اینجا نگاه کنید. ما یه خط میخی داشتیم، یه خط میخی مثلا بالفرض مثال کلمه را داشتیم به خط عادی میخی، مثلا تعداد اسب ها، نمیدونم تعداد گوسفندا، چه میدونم اموال فلان، نام قاضی شهر، نام مثلا بالفرض داروغه، از این داستان ها، روزمرگی ها. مثلا یک امریه پادشاه میداده، یه نفر میماده وسط شهر، دیدید که باز میکردن اینجوری میخوندن به فرمان پادشاه فلان فلان فلان، اون میشه خط عادی. یا مثلا محصول گندم امسال، بالفرض مثال. همین خط ها با توی قالبی می آوردنش، میشه خط رمز. این خط رمز اصولی داره که فقط حرفه‌ایاش میدونن از کجا باید بخونن که این معنی بده. وقتی حالت عادی نگاه میکنن شاید معنی نده، اما زمانی که از رمز استفاده میکنن اون خط معنی میده. الواح نشان دهنده گنجینه ها به خط رمزن، پس انگشت شمار هستن که میتونن بخوننش. مثال میزنم داروغه، حالا هرچی نمیدونم چی بهش میگن. خب آقای MNS ایداد بیداد قفل کرد. بچه یه لحظه قطع کنم سری بیام.